بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت بینندگان عزیز و ارجمند. یک بار دیگر فرارسیدن 12 فروردین ماه، روز ملی جمهوری اسلامی ایران رو خدمت همه شما بینندگان عزیز و همه دوستداران ایران تبریک و تهنیت عرض می کنم. با برنامه کنکاش در خدمتون هستیم، برنامه‌ای که در 13-14 روز گذشته به مناسبت آغاز تهاجم نظامی آمریکا و انگلیس به عراق به صورت ویژه در همین ساعت همه روز خدمتون تقدیم شده و سعی کردیم در این برنامه تحلیل‌های موجود رو از ابعاد مختلف ارائه بدیم. امروز پس از نزدیک به 2 هفته از آغاز تهاجم نظامی آمریکا و انگلیس به عراق، دیگه رفته رفته میشه این جنگ رو با آغاز عملیات نظامی آمریکا در ویتنام مقایسه کرد، چیزی که از ابتدا در این برنامه مورد توجه قرار داشت که اگر جنگ به بیشتر از 2 هفته برسه و رفته رفته فرسایشی بشه، باید از نگاه ویتنامی به اون نگاه کرد. امروز بعضی از تحلیلگران به مقایسه گردانندگان یا عوامل اصلی اجرایی جنگ در عراق با کسانی که در ویتنام عمل می‌کردند نشستند و در داخل آمریکا مسئولان تراز اول گناه برنامه‌ریزی‌های غلط، اشتباهات و مشکلاتی که در این صحنه به وجود آمده به گردن همدیگه میندازند. اما بعضی از تحلیلگران به مقایسه رابرت مکنامارا و دونالد رامسفلد وزیران دفاع آمریکا در زمان آغاز جنگ ویتنام و امروز نشستند و معتقدند، و این جمله است که از استراتژیست‌های بزرگ نقل میشه، که کسانی که نمیتوانند تاریخ را بیاد آورند مجبورند آن را تکرار کنند و تکرار تاریخ گاه نتایج مشابهی خواهد داشت. اگر بیننده برنامه امروز ما باشید، سعی میکنیم از این مدخل به جنگ جاری در عراق نگاه کنیم. بیننده برنامه کنکاش باشید. میهمان برنامه جناب آقای دکتر عباسی، استاد محترم دانشگاه، استراتژیست و کارشناس مسائل بین المللی، که تشکر میکنم از حضورشون در برنامه. و همونجور که گفتم مایلیم از این مدخل امروز به جنگ در عراق بپردازیم. آیا، یعنی سوالاتی که الان فراروی ما هست این است که آیا مردم عراق به همون گونه که مردم ویتنام عمل کردند عمل خواهند کرد؟ آیا صحنه جنگ در عراق برای آمریکا صحنه دیگری از ویتنام است؟ آیا ژنرال تامی فرانکس اشتباهات ژنرال وستمورلند رو تکرار کرده و آیا دونالد رامسفلد رو میشه با رابرت مکنامارا مقایسه کرد یا نه؟ جناب آقای دکتر عباسی، اصولاً جنگی که شروع میشه حالا در ویتنام یا در عراق فرق نمیکنه، مبانی استراتژیکی میخواد که بر اساس اون این جنگ رو طراحی کنن. شما آیا در این مرحله میتونید مقایسه صورت بدین بین آن دلایل و آن زمینه‌هایی که جنگ ویتنام رو در آمریکا رقم زد و آنچه که در عراق وجود داشت؟ بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همکارانتون و همچنین بینندگان عزیز برنامه. خب ما امروز در ایران 13 بدر رو جا جشن میگیریم و همه بیرون میرن سبزه گره بزنن. این صدام تعطیلات خراب کن و جورج بوش تعطیلات خراب کن به هر جهت این 13 بدر ما رو اینجا خراب کرد. انشالله فردا که در اروپا و آمریکا هموطنامون 13 بدر رو برگزار میکنن، انشالله با یه فراغ بالی به تفریحاتشون بپردازن انشالله. همطور که شما فرمودید، طبیعتاً وقتی که 2 مدیر، دیروز رسانه‌های آمریکایی و انگلیسی دونالد رامسفلد رو با رابرت مکنامارا مقایسه کردن، اما این 2 مدیر طبیعتاً پیش زمینه‌هایی هم برای ورودشون به منازعه بوده. باید ببینیم که اون استراتژی هایی که بازی شده و مبتنی بر اونها این رزمگاه ها و نبردگاه ها انتخاب شده، اینا درش درگیر شدن، اونها از چه گزاره‌ای تبعیت می‌کردن. در زمان جنگ ویتنام ژنرال مکسول تیلور به عنوان یک استراتژیست اصلی که بازوی سمت راست آقای کندی محسوب میشد و زمان لیندون جانسون هم از طراحان اصلی استراتژی‌های منطقه‌ای و بین‌المللی ایالات متحده بود، طراحی استراتژی‌های پرسر صدای اون عصر رو عهده‌دار بود. 2 استراتژی عمده رو مطرح کرد وستمورلند، که البته وستمورلند صاحب 13 تا دکترینه که
یکی از بدشانس‌ترین استراتژیستای تاریخ معاصر محسوب میشه، چون عمدتاً استراتژیاش با ناکامی و با شکست مواجه شد. استراتژی معروف فلکسیبل ریسپانس یا همون واکنش قابل انعطاف رو برای استراتژی جهانی کل تمدن غرب طراحی کرد که تقریباً با همین استراتژی بود که حدود 20 سال آخر 25 سال آخر دوران جنگ سرد رو ناتو و در واقع کل تمدن غرب در مقابل روسیه دوام آوردن. یعنی بر اساس دکترین وست ورلند. بله، دکترین آقای ماکسول تیلور. ژنرال تیلور این دکترین واکنش قابل انعطاف رو طراحی کرد که اگر با بلوک شرق یعنی با شوروی درگیر جنگ شدن، واکنش قبلا استراتژی این بود که انهدام همه جانبه صورت بدن. بعد همه دیدن این قرار باشه دو طرف به انهدام همه جانبه همدیگه رو بیارن، یعنی بلوک شرق و غرب اثری باقی نخواهد موند. استراتژی که بعدی که اتخاذ شد توسط آقای تیلور طراحی شد، استراتژی واکنش قابل انعطاف بود. یعنی وقتی یکی از طرفین درگیر شد، طرف بعدی با انعطاف وارد منازعه بشه که در نوع خودش یک استراتژی پیچیده بود، ولی خب تا اواخر جنگ سرد دوام آورد. از سوی دیگه یک استراتژی در واقع در حوزه منازعات طراحی کرد. اومد جنگ‌ها رو به 3 دسته تقسیم کرد: جنگ‌های اتمی که همون استراتژی واکنش قابل انعطافش رو در اون زمینه مد نظر داشت، دومین جنگی که دسته‌بندی کرد جنگ‌های محدود منطقه‌ای بود و سوم جنگ‌های ویژه، آنچه که امروز اسپیشال وارفر و نیروهایی که تو اون زمینه عمل میکنن اسپیشال اپریشن رو برای این طراحی کرد. فرضش این بود که در 2 جنگ اول یعنی جنگ‌های اتمی و جنگ‌های محدود عمدتاً نیروهای آمریکایی درگیر خواهند شد، اما در شرایطی که استعمار جای خودش رو داره میده به دولت‌های جدید، انقلاب‌ها صورت میگیره، بایستی اقدامات عملیات ویژه رو صورت داد در جنگ ویژه. در این جنگ ویژه این آمریکایی‌ها نیستن که می‌جنگن، مردم همون منطقه، مردم همون کشور و مردم خودشون با خودشون می‌جنگن. بله. مبتنی بر اصلی که جان فاستر دالس مطرح کرده بود، بگذار آسیایی با آسیایی بجنگد، که بعداً در متن دکترین نیکسون هم خیلی سال بعد از آقای تیلور این مسئله آمد، همون که بعداً منطقه‌ای شدن منازعات رو گرفت. بله، این فرض بنیادیش در همین دکترین تقسیم منازعات توسط آقای ماکسول تیلور بود. اولین آزمایشگاه جنگ ویژه برای سیاست خارجی ایالات متحده ویتنام انتخاب شد و با این 2 استراتژی، یعنی استراتژی واکنش قابل انعطاف در عرصه منازعات جهانی، یکی از گوشه هایی که منازعه بین تفکر و ایدئولوژی روس‌ها، ایدئولوژی شوروی و ایدئولوژی آمریکایی یعنی ایدئولوژی کپیتالیستی رو در روی هم قرار گرفتن درون ویتنام بود و لذا ویتنام آوردگاه و رزمگاه 2 ایدئولوژی در واقع شوروی و آمریکا بود که خب آمریکایی‌ها اونجا مستقیما درگیر شدن. درست همزمان معادل آقای ژنرال ماکسول تیلور، امروز ما آقای ولفوویتس رو می‌بینیم. ولفوویتس در تیم آقای جورج دبلیو بوش چهره است که 2 استراتژی عمده رو در دوران دولت جورج دبلیو بوش طراحی کرد. اول استراتژی دکترین جنگ نامتقارن که اعلام کرد ما به صورتی باید درگیر منازعه بشیم که قرینه‌ای برای نوع جنگی که صورت میدیم وجود نداشته باشه و این دکترین جنگ نامتقارن رو در ادامه حرکت دکترین در واقع ضربه اول یا در دکترین پیش دستی رو هم طراحی کرد و در دکترین امنیت ملی ایالات متحده فرض رو بر این گذاشتن که اگه قرار باشه جایی در آینده برای آمریکا تهدید باشه، اینها بایستی پیش دستی کنن، عمل کنن. 2 استراتژی عمده شاخص در حوزه امنیت ملی، امنیت نظامی و امنیت سیاست خارجی آمریکا امروز توسط آقای ولفوویتس و اون روز هم واکنش قابل انعطاف و همچنین دکترین جنگ ویژه توسط آقای تیلور، این 2 مورد زمینه‌ای بود که در واقع زیر گوش رهبران ایالات متحده در کاخ سفید مقدمه‌ای بود برای در واقع یک تازی هاشون در بیرون از مرزها. خب این در حیطه استراتژی هست. حالا شما فرمودین، البته من دوست داشتم برگردیم به فلسفه تاریخ ببینیم چه میشود که در یک مقطع تاریخی چنین تفکراتی اصولا بروز میکنه، زمینه‌های تاریخی و ایجابیش رو هم بحث کنیم، اما حالا ان شاءالله اون بعد. خب اگر ما فرض بگیریم 2 استراتژی است در 2 مقطع زمانی با فاصله 40 سال یک مسیر رو طی میکنن، بحث در مورد مدیرانی که این استراتژی رو تبدیل به
تاکتیک و عملیات و اجرا میکنن مطرح میشه. خب که چگونه است؟ اگر فرض رو بگیریم برای اینکه اونها اشتباه کردن، حالا آن 3 نفر اشتباه کردن که 2 نفر دیگه شما خواهید گفت، چرا این اشتباه دوباره تکرار میشه؟ در مورد مدیران اجرایی هم توضیح بدین، یه مقایسه بکنیم. خب اون استراتژی آقای مکسول تیلور رو کسی باید اجرا میکرد که اقتدار خاصی میداشت. وزارت دفاع در آمریکا متأثر از شرایط سنتی بعد از جنگ جهانی دوم، اقتدار مال 3 نیروی زمینی، دریایی، هوایی بود. اینا کنار هم خوب جمع نمیشدن. ضعیفترین موقعیت رو وزارت دفاع داشت. کندی چهره در واقع مدیر قوی رو نیاز داشت که بتونه اینها رو انسجام ببخشه، از دست نظامی ها کار رو بیاره بالا و 1 سطح ارتقا ببخشه. مدیری رو انتخاب کرد که مدیر عامل فورد بود و تخصصش در دانشگاه هاروارد که تحصیل کرده بود رشته مطالعات در گرایش آمار بود، کسی که اصلا چیزی از نظامیگری نمیدونست. رابرت مکنامارا این فرد انتخاب شد و در کابینه آقای کندی مهمترین پست رو گرفت، یعنی در واقع به عنوان وزیر دفاع آمد و یک وزارت دفاع جدید طراحی کرد. طراحیش در وزارت دفاع معروف به انقلاب مکنامارا. سیستم اطلاعاتی رو از سیستم اطلاعات مرکزی آمریکا، یعنی از سازمان سیا، منفک کرد و یک سیستم جدید به وجود آورد به نام دیا که امروز هم فعاله، دیفنس اینتلیجنس آژانسی، که آژانس اطلاعات دفاعی محسوب میشه و یک پارچگی به وجود آورد. هیته و سیطره 3 نیروی نظامی اصلی آمریکا رو محدودتر کرد و ژنرال ها رو اداره کرد. این فرد در واقع مدیری بود که امروز معادل عملکردش آقای دونالد رامسفلد هست. یعنی آقای رامسفلد مثل همونه؟ آقای رامسفلد تلاش میکنه که همون انقلابی رو که رابرت مکنامارا اون روز در وزارت دفاع به وجود آورد با فاصله 40 سال، یعنی در 1962 تا 1964 آقای رابرت مکنامارا به اوج خودش رسوند اون کار رو. الان که ما در سال 2003 میلادی هستیم، با فاصله تقریبا 39 سال آقای دونالد رامسفلد هم سعی میکنه این رابرت مکنامارا باشه. در اون شرایط منازعه در ویتنام خیلی جدی نبود. اصلا یکی از مشکلات اساسی مسئله ویتنام اینه که هیچ متوجه نشدن کی درگیر این جنگ شدن، ذره ذره در گرداب ویتنام فرو رفتن. تیمی که در اونجا وارد شد ببینه شرایط اونجا چیه، یه ارزیابی کنه، برگرده به لیندون جانسون گزارش بده که ما درگیر منازعه بشویم یا نشویم، 2 نظر داشتن. یک نظر این بود که بگذاریم ببینیم روند تحولات در ویتنام به چه شکل پیش میره. یک نظر هم نظر آقای رابرت مکنامارا بود که گفت نه، ما باید به صورت اکتیو بریم تو صحنه و بر اصل منازعه و بر اصل تغییر و تحولات در حوزه امنیت داخلی و سیاست داخلی ویتنام تأثیر بگذاریم. لذا در اثر فشار آقای به نسبت دین راسک که از اون طرف میکشید، میگفت ما باید صبر کنیم، اجازه ندیم که آمریکا درگیر یک منازعه ناشناخته بشه، قدم به جایی بگذاره که اونجا رو نمیشناسه. همین اشتباه رو آقای مکنامارا مطابق کاری که آقای رامسفلد کرد به رئیس جمهور آمریکا لیندون جانسون فشار آورد که باید ما بریم و تأثیر بگذاریم و مؤثر واقع بشیم. حالا یک مؤلفه دیگه هم هست آقای دکتر عباسی، در ویتنام آنچه صورت گرفت بر اساس یک پیش زمینه‌ای به نام کره صورت گرفت. یک موفقیت نسبی که در کره ایجاد شده بود، بازها رو یا حالا هم هوکس بازهای سنتی آمریکا رو تشویق کرد که بر اساس تجربه کره در ویتنام وارد شدن. در اینجا ما می‌بینیم که بر اساس تجربه افغانستان که نوع موفقیت نسبی داشت به سمت عراق حرکت کردن. حالا اتفاقا جالبه که 3 تا اشکال اساسی اون روز بر آقای رابرت مکنامارا وارده که به همین نسبت، البته در کتاب جوهر امنیت خودش بعداً بعضی گزاره‌ها رو اشاره کرده، همون موارد رو الان آقای رامسفلد مرتکب شده در عراق. اولین اشکال اساسی که وارد بود این بود که آقای رابرت مکنامارا فرهنگ مردم ویتنام رو نمیشناخت. محیط ویتنام و میزان مقاومت مردم ویتنام رو سراغ نداشت، خبر نداشت. لذا حداقل تصورش این بود که اگه مقاومت بالا باشه، همونطوری که کره 2 پاره شد، اینجا هم ویتنام رو 2 پاره می‌کنیم، یک قسمتش با حمایت پکن و مسکو، یا قسمتش هم با حمایت واشنگتن اداره میشن، همون که هنوزم با در واقع روسیه و چین پشت سر کره شمالی هستن، آمریکا هم پشت سر کره جنوبی. یه همچین تلقی آقای مکنامارا داشت. آقای رامسفلد هم تو خاک عراق از میزان مقاومت مردم عراق و از مکانیزم فرهنگ این ملت هیچ در واقع برآوردی نداشت. فکر می‌کردن وارد خاک عراق بشن مردم ازشون استقبال میکنن. دومین اشتباه آقای مکنامارا
این بود که اصلا برآورد نکرد سیاست جهانی چه مقدار باید آمریکا رو در قضیه ویتنام حمایت کنه. پیمان ناتو به موازاتش پیمانی بود به نام سنتو و در جنوب شرق بود به نام پیمان سیتو. در پیمان سیتو نزدیکترین متحدان آمریکا فرانسه، انگلیس، پاکستان بود و استرالیا. نکته بسیار جالب اینجاست که اون روز هم استرالیا، مثل امروز که استرالیا همراه آمریکاست، اون روز هم استرالیا همراه آمریکا بود و جالبه که فرانسه اون روز قوی ترین مخالف مداخله آمریکا در ویتنام بود، چون خودش در ویتنام خودش یه دوره گذرونده. بله دوره تلخی رو با شکستی که از ژنرال جیاب خورده بودن فرانسوی‌ها در DNBFO اصلا پاشون کنار کشیدن، همراهی نکردن. جالبه که انگلستان و پاکستان اعضای دیگه سیتو شدیداً با این مداخله مخالفت کرده بودن. خب می‌بینیم که همین اشتباه رو امروز آقای دونالد رامسفلد کرد، با وجودی که هیچ کدام از کشورها در سطح جهان با این مسئله به این نسبت همراهی هماهنگی نداشتن. سعی کردن کشورها رو بخرن، یعنی به اسپانیا کمک مالی کنن، به ترکیه کمک مالی کنن، اینجوری یارگیری کنن. بعضی‌ها هم نتونستن بخرن. بله البته عین همین کار رو با کره جنوبی انجام دادن. کره جنوبی معادل همین که اسپانیا و ترکیه و دیگران پول گرفتن، کره جنوبی هم پول گرفت که کمک کنه. اشکال سوم هم سریع اشاره کنم، این نکته بسیار مهم بود که در درون خاک آمریکا مردم آمریکا احساس می‌کردن دولتشون برای دموکراسی رفته اونجا. گروه دیگه از مردم اشتباهشون این بود که فکر می‌کردن درخواست شده توسط دولت ویتنام که دولت آمریکا بره اونجا کمک کنه. گروه سوم این بود که فکر می‌کردن باید ویتنام رو برن نجات بدن. اصلا تلقی مردم آمریکا این بود که دولتشون برای یک اقدامات بشردوستانه اونجا حضور داره. همین اشتباه رو افکار عمومی امروز آمریکا هم دارن و البته امروز به دلیل گسترش شبکه نظام رسانه‌ای به سرعت این برملا شده و متوجه شدن که این اشتباهه. اون روز امثال آقای برتراند راسل، در واقع فیلسوفان بزرگ در خود تمدن غرب، اعتراض می‌کردن به این جنگ. امروز هم از گونتر گراس تا سایر اندیشمندان، خود نام چامسکی در امثال نام چامسکی و دیگران به این اعتراض می‌کردند. لذا اون اشتباه آقای دونالد رامسفلد که نسبت اشتباه آقای که چهره شاخصی مثل ولفوویتس، اون روز هم به نسبت اشتباه آقای رابرت مکنامارا و عملکردی که آقای ژنرال تیلور داشت، این دوتا کاملا در فاصله 40 سال تکرار شد. حالا یه نفر سومی هم در این بین هست، یا یک لایه سومی هم هست که باید مقایسه کنم، ولی اجازه بدین که من یه نکته اشاره کنم. در کنار این شباهت‌هایی که آقای دکتر عباسی میگن، یک در حقیقت تفاوت فاحش هم وجود داره که حالا سریع ازش میگذریم و اون تفاوت بین رهبران سیاسی و نظامی و رهبران سیاسی نظامی ویتنام است که اونجا کاملا مرتبط با مردمی و مشروع در عراق یک حکومت جبار دیکتاتور اتفاقا جناب آقای عبدالرشیدی، نه شما فضا رو نبرید در ویتنام شمالی. اونها به بهانه ویتنام جنوبی و دولت دست نشانده ویتنام جنوبی در سایگون وارد شدن. درست. و اما لایه سوم، خب وقتی استراتژی وجود داره، وقتی که مدیریت اجرایی رده بالا هم وجود داره، میرسیم به کسانی که باید این طرح رو در صحنه عملیات پیاده کنن که حالا بیشتر نظامیان است. اونجا هم یه مقایسه‌ای صورت بدین، چون بینندگان دارن یواش یواش تماس میگیرن، تلفنی دوست داریم صداشون رو بشنویم. بله، توی صحنه اون روز ژنرالی که توی صحنه انتخاب شده بود ژنرال وستمورلند بود. وستمورلند خب یک خودش استراتژیست عملیاتی بود در صحنه و یک ژنرال توانمند محسوب میشد، اما اشتباهاتش متأثر از اشتباهات آقای مکسول تیلور و اشتباهات آقای مکنامارا، چون اینها وقتی پایه رو غلط گذاشتن از اون دیگه کار بیشتری از این تو صحنه نمی اومد. اون روز در دستگاه سیاست خارجی و سیاست نظامی ایالات متحده معروف بوده به وستی بیچاره، پور وستی، و این بنده خدا رو میندازنش تو هچل ویتنام. 5-6 تا اشتباه میکنه. یکی از اشتباهات اساسی در وستمورلند که مشابه همین اشتباهات آقای تامی فرانکسه. اشتباه اساسی آقای وستمورلند، اولین اشتباهش این بوده که هیچ برآوردی از مثلا وضعیت جغرافیا و شرایط محیط جغرافیایی ویتنام نداشته. ویتنام کشور منطقه حارس به نسبت و جنگلی است و در محیط جنگل سیستم‌های چریکی خوب میتونن عمل کنن. لذا این قرار بود که در واقع بیاد در زمینی بجنگه که این زمین رو اصلا نه خودش میشناخت نه ارتش آمریکا. همین بلایی که سر آقای تامی فرانکس اومد، وارد زمین برهنه و اوریانی شد که کاملا کویری در عراق و در واقع وارد ابتدا به ساکن دارن با زمین میجنگن آمریکایی ها.
تامی فرانکس اول داره به زمین جنگو میبازه که طوفان شن میاد، رطوبت، باران، گل و حالا از این چند روزه که هوا به مرور گرم میشه، کلافه میکنه این هوا اونها رو. اشتباه دومی که در واقع وستمورلند انجام داد، وستمورلند یک دکترین رو اشاره کردیم تو این برنامه به نام لکه جوهر طراحی کرد. قرار بر این بود که سپاه تفنگداران دریایی در سواحل ویتنام ذره ذره پیاده بشن، این لکه جوهر به هم دست بدن، وصل بشن. این دکترین رو آقای وستمورلند خیلی دکترین پیشرفته و مناسبی. ظاهرا آقای فرانکس هم همین کار داره میکنه. حداقل در طول رودخانه فرات، در ضلع غربی رودخانه فرات، آقای فرانکس هم داره این لکه جوهر، یعنی از در واقع فاب، بصره، ناصریه، نجف، کربلا به همین نسبت داره میره رو به بالا، یعنی قطرات جوهری رو از راه هوا پیاده کردن و دارن رو به هم متصل میکنن. قرار آقای وستمورلند در ویتنام این بود که وقتی سواحل شرقی ویتنام رو گرفت، بعد توسط سپاه تفنگداران دریایی با لکه جوهر اینها رو بدن به نیروی زمینی آمریکا، بعد نیروی زمینی آمریکا به سمت غرب یعنی پیشروی کنه، ویتنام رو بگیره، یعنی کاملا اشغال کنه. همین اشتباه رو الان نیروی زمینی آمریکا داره انجام میده، یعنی لکه جوهری که گرفتن اینا قراره از فرات عبور کنن، به سمت شرق حرکت کنن، درون آنچه که در واقع بین النهرین نامیده میشه رو تصرف کنن، به سمت بغداد برن. این اشتباه دوم که از این اشتباه مانور آقای در واقع وستمورلند بود، اینجا هم اصطلاحش میگیم اشتباه مانور آقای تامی فرانکس. سومین اشتباهی که صورت گرفت، اینها وقتی وارد شدن وستمورلند نفهمید که با نظامیان ویتنام روبرو نشده، همینطوری که آقای تامی فرانکس کم با نظامیان عراق درگیر شد. اول با مردم بومی درگیر شدن، نتونستن تشخیص بدن مردم رو از در واقع شبه نظامیان در درون مردم قایم شدن و 2 سال اول آقای وستمورلند با مردم می جنگید و با شبه نظامیان. زمانی چشمشو باز کرد که هیئت حاکمه آمریکا فهمیدن 2 سال در ویتنام درگیرن، هنوز با ارتش منظم و کلاسیک ویتنام شمالی درگیر نشدن، در ویتنام جنوبی با مردم و ویت کنگ ها روبرو هستن. همین بلایی که سر در واقع آقای تامی فرانکس اومده، با مردم درگیر شده و با نیروهای شبه نظامی، اهم از فداییان صدام، اهم از میلیشیاها و غیره. سومین اشتباهی که آقای وستمورلند توی صحنه مرتکب شد و متوجه نشد این بود که آرام آرام که پیشروی میکردن مجبور بودن، چون پلها رو نیاز داشتن، نگهبان بذارن پلها رو حفظ کنن، مجبور بودن تأسیسات رو حفظ کنن، اما از در واقع محیطایی به اصطلاح پادگان بذارن، پادگان درست کنن، پاسگاه بذارن. مردم شهرهایی رو که ازش عبور میکردن، روستایی که عبور میکردن، مجبور بودن کنترل کنن. نیرو و استعداد و توانی که از اینا صرف مردم یاری شد آرام آرام تجزیه شد، تحلیل میرفت، به همین نسبت زمینگیر میشد. شما نمیتونید این شهری دارید مراقبت میکنید ازش با خودتون وردارید ببرید، مجبورید این نیروهاتون رو بچینید. بلایی که سر وستمورلند میاد، از خاک آمریکا مدام ذخیره استراتژیک درون خاک آمریکا رو دعوت میکنه و هر چی نیرو بوده منتقل میکنن توی خاک ویتنام. در واقع هیچ ذخیره استراتژیکی در خاک ویتنام در خاک آمریکا برای آمریکایی ها نمیمونه. حالا بحث رو باید ادامه بدیم و ببینیم که آیا رودخانه فرات هم همون نقش رودخانه مکونگ رو بازی خواهد کرد یا نه. یکی از بینندگان پشت خط خلاصه که این رو با این قسمت تمام کنیم، این دوست عزیزمون هم معطل میشن. ولی دو نکته دیگه هم اشتباه بود. آرام آرام که درگیر شدن در یک جنگ موضعی پیدا کردن، زمینگیر شدن. وقتی زمینگیر شدن دیگه اینها متحرک نبودن، حالا ویت کنگا متحرک بودن، کما اینکه الان هم داره آمریکایی ها دارن زمینگیر میشن. یک تاکتیکی رو به کار بردن به نام تاکتیک بکاو و بکش، در واقع سرچ اند دیستروی، که باید میگشتن پیدا میکردن چریکا رو میکشتن. این خیلی از توان از آمریکایی‌ها برد. دوم هم شورش ها در محیطایی که تابع اینا بودن بالا گرفت. بلایی که سر آقای وستمورلند اومد این بود که به اصطلاح عملیات آرامسازی رو مجبور شد پیاده کنه. این عملیات آرامسازی رو همین الان اگر اینا فکر میکنن اگه الان وارد بصره بشن، آقای تامی فرانکس اینا، مردم اونجا آب میخوان، نون میخوان، امنیت میخوان، بهداشت میخوان، وقتی نتونن کنترلشون کنن مجبورن عملیات مردمیاری رو انجام بدن و در واقع اگه نشد اونجا رو در واقع تو برنامه آرامسازی سرکوب کنن. همون بلایی که داره سر آقای وستمورلند اومد، در فاصله 2 سال این آرام آرام این بلا مشخص شد، تو کمتر از 13 روز بر سر آقای تامی فرانکس اومد. حالا یه نکته بنده اضافه کنم، فکر می‌کنم که بحث زمان و عنصر زمان رو باید کمی متفاوت ببینیم.
اگر در ویتنام حادثه در توی 2 سال تکفین پیدا میکرد یا کل جنگ مثلا 30 سال 40 سال طول میکشید، الان با توجه به شرایط ارتباط جمعی، اطلاع رسانی ها و بسیاری زمینه ها زمان رو باید کوتاه‌تر بگیریم. حالا دیگه خیلی سریعتر این اتفاقات رو خواهد داد. بیننده عزیزی که در ارتباط هستن و خیلی هم منتظر شدن، ضمن عذرخواهی سلام عرض میکنم و خواهش میکنم اگه ممکنه خودتون رو معرفی بفرمایید. صدای من به شما رسید قربان؟ ما به علتی که ارتباط دور هست صدا رفت و برگشتش کمی تأخیر داره، مجبوریم کمی صبر کنیم. سلام عرض میکنم، اگر صدای من رو میشنوید خوشحال میشیم صداتون رو بشنویم. الو. بله. من صدای شما رو نمیشنوم. من صدای شما رو میشنوم، اگر از طریق گیرنده‌تون صدای ما رو میشنوید شما بفرمایید. خدمت شما عرض کنم که اگر صدای من رو میشنوید خب پیغام من پخش میشه. این بیشتر حالت کامنت داره. بفرمایید. ملت ما 8 سال در برابر دنیا ایستاد. دولت عراق صرفاً به داشتن به علت نداشتن طرفداری از مردم ها و قوم های مملکتیشون در عرض 12 روز تقریبا نصف مملکتشون از دست دادن. ما هم در ایران کرد داریم، ترک داریم، عرب داریم، یهود داریم، ارمنی داریم و از همه این قوم ها ما شهید دادیم. و فرق بین ایران و عرب ها در همینه و امیدوارم که همیشه مملکت اون صاحب زمانی باقی بمونه و دولت ما قدر این مردم بیشتر بدونه. خیلی متشکرم و این فقط یه حالت کامنت بود. متشکرم آقای عباسی و متشکرم آقای عبدالرشیدی. خیلی متشکرم جناب آقای علی، بیننده عزیز از کانادا. احساسات شما قابل تقدیس هست. این درک درستی است جناب آقای دکتر عباسی و این هم تفاوت مهمی است که ما با عراقی ها داشتیم در دوره جنگ. و تشکر میکنیم از این هموطن خوبمون و عذرخواهی میکنم که بحث ما طولانی شد، شما معطل شدید. واقعیت امر اینه که من خودم از نزدیک زمانی که دوران نوجوانی و جوانیم رو در جنگ میگذروندم خاطرم هست که ما اهل سنت و شیعه اقوام مختلفمون اهم از کرد و ترک و لر و بلوچ و ترکمن و عرب در کنار هم می جنگیدن. من این افتخار رو دارم که از اون روزگار دوستان خیلی زیادی در این اقوام متفاوت دارم. افرادی رو می دیدیم که در واقع مربوط به اقلیت‌های مذهبی بودن. از ارامنه من دوستانی رو دارم که شهید شدن، امروز به خانواده هاشون سر میزنیم و از در واقع مذاهب متعدد. لذا این افتخار برای ما بود که در یک جنگی که از همه نژادها، همه اقوام، همه مذاهب با یک هدف مقدس، دفاع از تمامیت ارضی، دفاع از شرافت و ناموس و غیرت و دفاع از هر کس از مذهب خودش توی صحنه بودن. این عاملی که همه رو کنار هم جمع می‌کرد این وضعیت بود که همه به اون هدف واحد ایمان داشتن. در عراق زمینه برای انسجام خیلی جدی نبوده. دلیل اولش اینه که دولت عراق چنین زمینه رو ایجاد نکرد، خودش عامل تشتت بود. دلیل دوم اینه که در واقع انگیزه‌ای برای مردم غیر از خاک کشورشون نبوده. امروز هم انگیزه برای کنار هم ماندن در یک کشور یک پارچه در مردم عراق بسیار کمه. لذا پیشبینی‌ها برای تجزیه عراق بسیار جدی است. اما همونطوری که شما اشاره فرمودید بایستی هر دولتی در ایران هست و هر حکومتی در ایران هست بایستی قدر چنین مردمی رو بدونه. واقع امر اینه که مطالعات تاریخی حداقل من در این طول دورانی که بیش از 15 سال روی این قضیه سوابق استراتژی‌های ملل رو مطالعه می‌کردم، به خصوص عقبه تاریخی خودمون رو ارزیابی داشتم، نشون میده که هیچ پیامبری رو ما نمی‌شناسیم در طول 124,000 پیامبر که یک چنین مردمی داشته باشه بلا استثنا. هیچ کدوم از ائمه معصوم خودمون رو ما مسلمان‌ها نمی‌شناسیم که مردم زمانشون اینقدر همراه اون امام معصوم بوده، طرفدار وفادار اینقدر داشته بود. از نظر زمان در واقع شاهان و سلاطین هم من در هیچ برهه تاریخی هیچ عصری رو نمی‌شناسم که این مقدار مردم همراه در واقع مسئولین بوده باشن. لذا این هشدار رو هم ما کرارن در داخل نظام دادیم که باید قدر این مردم رو دونست که تو سختی ها همراه نظام هستن، شهید میدن، مقاومت میکنن
محاصره اقتصادی رو تحمل میکنن، بحران‌های سیاسی که پیش میاد توی صحنه حضور پیدا میکنن، با راهپیمایی‌هاشون تایید میکنن، در رفراندوم‌ها شرکت میکنن و از هر جهتی همراه دولت و حکومت هستن تا بتوانند از گرداب معضلات و مشکلات و خودشون اداره میکنن. الان عملا خود مردم خودشون بله. حالا در عراق این چنین رابطه‌ای وجود نداره، اما این احتمال وجود داره که رفته رفته حرکت‌های مردمی که تقویت بشه و شکل بگیره، بله. مدیریت و رهبری مردمی هم در اونجا انسجام بهتری پیدا بکنه. بیننده دیگری در ارتباطن که خدمت ایشون هم سلام عرض میکنم. اگر خودتون رو معرفی کنید بیشتر خوشحال میشیم. علی هستم از آمریکا. خیلی متشکرم. سلام علیکم. عبدالرشیدی سلام علیکم. سلام آقای علی، خیلی ممنون، متشکرم، بفرمایید. در رابطه با اخباری که و تحلیلایی که ما شنیدیم تو روزنامه‌های آمریکا، یک تحلیلی دیروز من خوندم که نوشته بودن آمریکا به طور کلی دلش نمیخواد که توی عراق یک انتفاضه مردمی صورت بگیره، چون که دلش میخواد اگه قرار باشه جنگ خودش تموم بکنه جوری نباشه که بعد دینی داشته باشه به مردم و به گروه‌های مخصوصا به گروه‌های شیعه مثل گروه حکیم و مجلس اعلی که در ایران هستن و میخوان یه جوری موضوع رو خودشون اگه بتونن تموم کنن که مثل تو افغانستان که مجبور شدن یه مقدار به هر حال یک چیزایی رو بدن به گروه‌های شمالی به خاطر اینکه کمک اونا رو احتیاج داشتن و حالا میبینن که نمیتونن از افغانستان استفاده کنن به ضد ایران، یه جوری میخوان بازی ندن گروه‌های شیعه را. بخاطر ببینم که به نظر شما میشه که آمریکایی وقتی اینقدر اونجا بمونه که مثلا از مجلس اعلی کمک بخواد و این باعث بشه که مثلا شیعان بتونن اینجوری جای خودشون صفر کنن اونجا؟ این سوال بود که داشتم. بیننده عزیز ما و بیننده خوب همیشگی ما آقای علی از آمریکا، البته این نکته که شما میگید آمریکایی‌ها اول میخواستن که مثلا به متحدان اروپاییشون هم اونجا با هم باشن، اما متحدان اروپایی کنار کشیدن و بعد تنها وارد شدن. الان هم اینو که میگن خیلی دلشون میخواست که همه گروه ها با اونها باشن، اما امروز میبینن که خیلی از گروه ها با اونها نیستن، تایید نمیکنن. خب دست رو به قول معروف به پس میگیرن. بله، از حسن نظر شما تشکر میکنم. همونطوری که شما فرمودید مسئله انتفاضه است، چون ما در دو کشور عربی انتفاضه رو شاهد بودیم. یکی انتفاضه در فلسطین که علیه اسرائیل هست، حرکت خودجوش مردمی بدون داشتن عقبه در کشورها و ملت‌های دیگه، روی پای خودشون میستن با سنگی که پرتاب میکنن. انتفاضه اول عراق در 1990-91 شکل گرفت. آمریکایی‌ها همراهی نکردن، اینها صدمه خوردن، رژیم عراق هم اینها رو سرکوب کرد و ستون اساسی انتفاضه در جنوب عراق همین در واقع مجلس اعلی انقلاب اسلامی آقای حکیم بود که سپاه بعد هم همونجا شکل گرفت و در واقع در همون نیزارهای هور حضور داشتن و علیه عراق جنگیدن، ولی شدیداً سرکوب شدن. آمریکایی ها چند تا یک موقعیت پارادوکسیکال و متناقض نما دارن. اونم اینه که چه بخوان چه نخوان طرح تجزیه عراق در دستور کارشونه. مجبورن منطقه کردنشین شمال و منطقه میانی و منطقه در واقع شیعه نشین جنوب رو تفکیک کنن. یعنی در به سه قسمت که دو قسمتش با هم هماهنگ. حالا یک مشکل اساسی که دارن اینه که این اکثریت شیعه رو اگر بذارن تبدیل بشه به یک کشور، نگرانن که این متأثر از ایران یه حکومت اسلامی اونجا به وجود بیاد، اینا نتونن کنترل کنن. پتانسیل انتفاضه هم خبر دارن. طبیعتا آنچه که خود آقای دونالد رامسفلد سال گذشته در مواجهه با تهدیداتی که و در واقع مخاطراتی که اسرائیلیا برای فلسطینیا داشتن و کشتاری که در جنین و جای دیگه میکردن و فلسطینی‌ها با اونها مقابله میکردن، گفت این تفکر شهادت طلبی از لبنان به فلسطین آمده، لبنانی‌ها هم از ایران گرفتن. خب این که ما همیشه اشاره کردیم ما از امام حسین گرفتیم، اما بالاخره کربلا در همین جنوب عراق هست و مردم عراق شیعه‌اند، امام حسین رو میشناسن. اگر اینها در واقع به مرحله‌ای برسه که دیگه برای بقای خودشون بخوان دست و پا بزنن، امام حسین فرمولی جلوی راه شیعه گذاشته به این مضمون که کل یوم عاشورا، کل ارض کربلا، کل شهر محرم، همه ماه‌ها و هیهات من الظل. بله، همه ماه‌ها در واقع محرم، همه روزها عاشوراست و همه سرزمین ها هم کربلاست و بایستی در واقع زیر بار ذلت نرفت، هیهات من الظل. لذا آمریکایی ها از اون به بعد باید در انتفاضه مردم عراق
درگیر این میشن که مردم عراق هم به خودشون بمب ببندن، مثل همین جوانایی که توی فلسطین خودشون رو میرن به تأسیسات اسرائیلی ها میزنن. حالا نکته جالب اینجاست که هنوز شیعیان عراق وارد صحنه نشدن، چون نمیخوان کاری انجام بدن که مشروعیت به دولت دیکتاتور بغداد بدن. اینایی که فعلا عملیات انتحاری کردن عملیاتشون استشهادی نبود، کسانی بودن که شما تحت عنوان انتحاری به عنوان فداییان صدام میشناسید. آمریکا هنوز با شیعیان اینگونه رو در رو نشده نگران این هست که اینجا رو اشغال میکنه، فردا در اثر اشغال این مردم تازه متوجه شدن که ازشون استقبال نشد که هیچ، تازه وارد صحنه‌ای شدن. همین هشداری که آقای رامسفلد داد که این تفکر از ایران به لبنان اومده، از لبنان این تفکر به فلسطین اشغالی، حالا خود ایشون رفته در کانون جایی درگیر شده در منجلاب که اصلا امام حسینی که این کار رو به ما ایرانی ها یاد داد خودش اصلا اونجا در واقع آرامگاه مبارک و مطهر ایشون اونجاست. لذا بزرگترین اشتباهش این بوده و بنده معتقدم که آمریکایی ها در انتفاضه عراق گیر خواهند کرد. زمانی که فشار به مردم عراق زیاد بشه، این مردم علیه آمریکایی ها به صورت جدی به انتفاضه رو خواهند آورد. نکته مهمی که شما فرمودید اینه که ممکنه آمریکایی ها بدون نیروهای آقای حکیم بخوان عمل کنن، نمیتونن این نیروها رو ندیده بگیرن. ندیده گرفتن این نیروها یعنی در واقع همین قدرت منسجم مجلس اعلی و قدرت‌های منسجم دیگر در واقع اکراد و همچنین اهل سنت و شیعه‌ای که اونجا وجود دارن، اینها وقتی در حوزه اون قدرت بازی داده نشن و سهمی براشون در نظر گرفته نشه، قطعه به یقین در آینده همه اینها همچنان اپوزیسیون و معارض اون دست نشانده آمریکایی خواهم بود. بله، و اگر هم قرار باشه اون تأکید دموکراتیک و در حقیقت استقرار دموکراسی در عراق رو دنبال بکنن، باید به رأی اینها احترام بذارن که اون رأی هم نتیجهش معلومه. بیننده دیگری در ارتباط هم خدمتشون سلام عرض میکنم و خواهش میکنم که خودتون رو معرفی بفرمایید. سلام عرض میکنم، بنده نوری هستم، از آمریکا صحبت میکنم. بفرمایید آقای نوری. ضمن سلام آقای عبدالرشیدی و استاد محترم دکتر عباسی، از برنامه خوبتون خیلی آموزنده است و برای ما بسیار مفید هست. سوالی دارم در مورد گروه معروف به انصار الاسلام در منطقه شمال عراق یا کردنشین اون منطقه. این گروه اخیراً خب متهم به قتل یکی از بزرگان کرد که قبل از جنگ اتفاق افتاد. اخیراً یا این روزها مورد حملات شدید هوایی آمریکا و حملات زمینی پیشمرگه کردهای منطقه. تعداد زیادی از اینها جانشون رو از دست میدن، بقیه هم به مناطق کوهستانی نزدیک ایران مثل اینکه پناه میبرن. سوال بنده این است که خط گروه انصار الاسلام چیست؟ موضع ایران در مورد این گروه چی هستش؟ خیلی ممنون، من گوش میدم. با تشکر از برنامه. خیلی ممنون جناب آقای نوری. بیننده عزیز آقای دکتر عباسی پاسخ میدن در مورد هویت و عملکرد انصار الاسلام. انصار الاسلام همون گروهی است که چندی قبل اسمش جند الاسلام بود در شمال کشور عراق. این گروه یکی از شعبات القاعده محسوب میشه. شعبه نه اینکه آقای بن لادن به وجودش آورده باشه، شعبه فکری القاعده است، ولی از نظر مالی هم ظاهرا همون نیروهای بن لادن این رو ساپورت میکنن. برابر اطلاعاتی که وجود داره، آقای بن لادن غیر از اینکه پایگاه مرکزیش در افغانستان بوده، در اکثر کشورهای که زمینه پتانسیل برای پیدایش این تفکر بوده، مثل چچن، مثل در واقع بعضی از کشورهای آسیای میانه و قفقاز و همچنین در شمال عراق، این امکان براش بوده که این گروه رو ساماندهی کنه و در یمن، در الجزایر، در یمن و در الجزایر، در شمال آفریقا، در شاخ آفریقا. جند الاسلام یک گروه افراطی بود که وقتی که با القاعده ممزوج شد و با حمایت‌های مالی القاعده و از تفکر القاعده و ایدئولوژی طالبانیسم القاعده مشیش رو مشخص کرد و جلو برد، تبدیل شد به در واقع انصار الاسلام. یک گروه افراطی است که این گروه، پیدایش این گروه ها اصلا پیدایشش مشکوکه.
به این دلیل من میگم مشکوکه که بهانه است برای خود آمریکا. یعنی من پیدایش خود القاعده رو در افغانستان بهانه‌ای میدونم چون خود آمریکایی‌ها القاعده رو به وجود آوردن. یعنی رئیس سازمان اطلاعات و امنیت فرانسه آقای کنت دومارانش در کتاب جنگ جهانی چهارم اشاره میکنه به خاطرات زمانی که با ریگان، برای اولین وقت ریگان شد رئیس جمهور، رؤسای سرویس‌های اطلاعاتی کشورهای غربی رو فراخوانی کرد و از اینا پرسید وضعیت جهان چیه، از اینا مشاوره گرفت. خود این فرد در خاطراتش که در کتاب جنگ جهانی چهارم نوشته میگه من وقتی به پیش ریگان رفتم از من پرسید به کجا توجه کنم، گفتم به افغانستان توجه کن و به من گفت خودت برو بشو مسئول پروژه افغانستان. جالبه رئیس جمهور کشور آمریکا رئیس سرویس اطلاعات امنیت فرانسه رو مسئول افغانستان میکنه و کنت دومارانش به دلیل پیشبینی وضعیت اشغال افغانستان توسط شوروی ها از این جهت خیلی شاخص شد. این فرد میگه اونجا ما پروژه رو در پاکستان و افغانستان اجرا کردیم که پیدایش گروه‌های چریکی معارض شوروی بود که این گروه‌ها یکیشون همین نیروهای آقای بن لادنه. یعنی اینها توسط خود در واقع ویلیام کیسی رئیس سازمان سیا و کنت دومارانش رئیس سرویس اطلاعات فرانسه. پس همینطوری که عرض کردم بن لادن و القاعده توسط خود آمریکایی‌ها به وجود آمدن، گروه انصارالاسلام هم به نظر من توسط خود آمریکایی‌ها باید طراحی شده باشه. مستقیم یا غیر مستقیم؟ غیر مستقیم، که بهانه‌ای باشه برای این که بتونن بعداً اینجا حضور داشته باشن. اینها از نظر مشی و ایدئولوژی شدیداً ضد شیعه‌اند. یعنی تفکر طالبانی اینها با شیعه هیچ قرابتی نداره و ما یکی دو جلسه قبلم دوباره یکی از بینندگان عزیز پرسیدن، عرض کردم اینها در ایدئولوژیشون معتقدن خون شیعه حلال باید ریخته بشه، کما که همین تفکر در سپاه صحابه پاکستان هست که چند روز یه بار شما میشنوید به نماز جماعت شیعیان در پاکستان حمله میکنن و قتل عام‌های 10-15 نفری رو صورت میدن. اینها معتقدن زنان شیعه، زن و دختر شیعه حلال برای اینها و باید به بردگی و اسیری بره، کما اینکه این کارو در افغانستان از اینا دیدیم. اموال شیعه هم برای خودشون حلال میدونن. لذا اینها از بنیان و ایدئولوژی با کلیت شیعه و با مفاد بنیادی جمهوری اسلامی مشکل دارن. هیچ قرابتی بین القاعده آقای بن لادن و جندالاسلام و همین انصارالاسلامی که در شمال کردستان عراق بوده نیست. اینها در نزدیکی شهر حلبچه که خود همین عراق سلاح شیمیایی به اونجا زد زمان انتهای جنگ تحمیلی عراق بر علیه ایران، اونجا مستقر هستن و حلبچه نزدیک مرزهای ماست. لذا اون منطقه کوهستانی است. وقتی بهشون حمله میشه به کوههای اون منطقه پناه میبرن. طبیعتاً خیلی نگرانن اصلا وارد خاک ایران بخوان بشن، چون که اصلا با ایران هیچ قرابتی ندارن. به این معنا و از این جهت این تفکر متاسفانه وجود داره و بهانه‌ای است برای عملکرد آمریکا و با کمال تأسف یک نوع اسلام افراطی، یک نوع اسلام متحجری رو به نمایش میگذارن که چهره اسلام رو با کمال تأسف مخفی بیشتر به خوارج شبیه هستن. خوارج اخباریگری اند. این همه تأکیدی که در کشور ما روی اتحاد بین همه فرق و مذاهب اسلامی صورت میگیره و واقعا این اتحاد در داخل الان منسجم هست. همونطوری که اون دوست عزیزمون تماس گرفتن فرمودن همه کنار هم بودن. بله، همه مردم از همه گفتن، توضیح دادن. در اونجا کاملا این بحث بر اساس تفرقه است. خب بیننده دیگری در ارتباطن. سلام و خوشحال میشیم صداتون رو بشنویم. سلام عرض میکنم آقای عبدالرشیدی، آقای دکتر عباسی. من حسین هستم از آمریکا. دوباره متشکرم جناب آقای حسین، بفرمایید. خواهش و یه موضوع خیلی سریع میدونم وقت داره تموم میشه. یه موضوعی راجع به دو موضوع آقای انیشتین صحبت کرد. که موضوع اولش یه تئوری فیزیک بود که ثابت کرد که گفت که زمان همون تایم به صورت یک دایره یا یک سرکل به دور خودش میچرخه که از روی این و از روی خط مستقیم عبور نمیکنه. دیگه پس با نگاه کردن به گذشته میشه آینده رو دید و پیش بینی کرد. روی این حساب اگه ما به گذشته نگاه کنیم میبینیم که تمام اکثریت یا تمام ابرقدرت‌ها با یک اشتباه بزرگ سیاسی، نظامی یا پولیتیکالی از بین رفتن. که نمونه آخرش هم شوروی کمونیست بود که اونطور که معلوم شده حملش به افغانستان و اشغال این کشور که باعث صدمه‌های بسیار بزرگ مالی و جانی شد، این ابرقدرت رو از بین برد که در واقع آغاز پایان این ابرقدرت شد. آیا ما دوباره شاهد تکرار تاریخ نیستیم؟ و دومین موضوعی که آقای انیشتین گفتند یه اخطار به جامعه داد، مخصوصا جامعه‌ای که دنبال تکنولوژی خیلی بزرگی بود.
که اجازه ندهید که تکنولوژیتون از انسانیتتون یا همون هیومنیتیتون جلو بزنید. اگر این اجازه رو بدهید، همون تکنولوژی باعث نابودی این انسانیت خواهد بود. که من البته فکر میکنم که شاهد همچه خطرهایی الان هست و یه موضوع رو برای من روشن کرد که در مقاله ها و رساله های دینی خودمون خونده و از پدر و مادر بزرگای خودمون شنیدیم که چرا یه حیوانی رو ببخشید مثل یک خر در خر دجال استفاده کردن، که البته این موضوع روشن‌تر شد که این حیوان با اون عقب افتادگی فکریش، معذرت میخوام خریتش، خیلی قدرتمند و شامل قدرت‌های بسیار زیاده. خیلی ممنونم از وقتتون و روز خوشی رو برای شما من تقاضا می‌کنم. خدا شما. متشکرم. برای جناب عالی هم به همچنین انشالله روز خالق شما اونجا شب هست، شب خوب و آرامی داشته باشید. متشکرم جناب آقای حسین. آقای دکتر عباسی از استراتژیست‌هایی هستن که معتقدن که پایان امپراتوری آمریکا آغاز شده است. بفرمایید آقای دکتر. خواهش میکنم. ما از اینکه خب صدای گرم شما رو مجددا توفیق داریم میشنویم، این برای ما مایه مباهات و افتخاره. همونطوری که شما اشاره فرمودید تکرار تاریخ داره صورت میگیره. البته من حقیقتش برای من خیلی خوشایند نیست ببینم تمدنی مثل تمدن غرب عموما و آمریکا که شکوفاترین حوزه تمدنی بشری امروز محسوب میشه خصوصا در حال فروپاشی باشه. به هر جهت فروپاشی به معنی مرگ، به معنی نیستی، به معنی در واقع اضمحلال بعضی از زیرساخت‌ها. حیف اون تمدنی که شما از نزدیک دارید میبینید، حیف اون تمدن نیست به این شکل متلاشی بشه. این همه هشدار داده میشه. با اینجور اشتباه هشدار هم مال ما نیست. اون که شما اشاره فرمودید تکنولوژی از انسانیت جلو نزنه، همه بینندگان عزیز رو توجه میدم به بحث‌های مارتین هایدگر، فیلسوف بزرگ حوزه اگزیستانسیالیست در واقع آلمان، که همین فرض اصلا یکی از بحث اصلیش بحث تکنولوژی و جلو رفتن تکنولوژی نسبت به انسانیت انسان هست در عالم غرب. لذا یکی این نکته است. نکته بعدی اینه که تمام مراکز مطالعات استراتژیک در دنیا، حالا اگر میگیم تمام اغراقه، ولی اکثریت قریب به اتفاقشون دپارتمان های ایجاد کردن به نام جهان پس از آمریکا و جهان بدون آمریکا، چون دیگه برای همه مراکز مطالعات استراتژیک که بخش آینده شناسی و فیوچرولوژی دارن، این قضیه قطعی شده که آمریکا شمارش معکوس برای فروپاشیش جدی است. اما اگر آمریکایی ها اینقدر خودشون رو درگیر منازعات منطقه‌ای نکنن، به درون خودشون بپردازن، این در واقع وابستگیشون، ما یه بحثی داشتیم در همین برنامه به نام تکنو تروریسم، اونجا تبیین کردیم که واقعا وابستگی آمریکا به تکنولوژی بسیار بسیار زیاده و از این جهت خودش زمینه رو برای فروپاشی خودش فراهم کرده. اگر یک مقداری از مصرف زدگیش، از اون مرکانتیلیسم در حوزه اقتصاد، از در واقع فرهنگ لیبرالیش و اصالت اباحیش فاصله بگیره و به تعبیر آقای برژینسکی مفهوم بسیار بسیار مهمی رو که آقای برژینسکی در کتاب خارج از کنترلش اشاره کرده، یعنی سکولاریسم انانگسیخته، یعنی شرعیات رو کاملا کنار گذاشتن، دین رو کنار گذاشتن، به عرف فقط چسبیدن. اگر این موارد رو آمریکایی ها میشنیدن، هشدارهای استراتژیستا رو کنار میگذاشتن، قطع یقین میشد این حوزه تمدنی رو وصل پینه کرد، دهه‌ها و صده‌های آینده هم بقایش رو تضمین کرد. اما امروز دیگه دلار آمریکا در مقابل یورو فاقد اون قابلیت. امروز تکنولوژی آمریکا پیشرفته است، اما همین تکنولوژی در مقابل آنچه که در کره و ژاپن و مالزی و سنگاپور و تایوان و بعضی از کشورهای اروپایی ساخته میشه بسیار گران قیمت و مغروم به صرفه نیست. آمریکا مصرفش خیلی بالاست. تمام این عوامل دست به دست هم داده این کشور رو از درون داره میپاشونه. آمریکا سرمایه اجتماعی نداره، مشکلات اقتصادی داره، در بیرون خودش هم مشروعیت در بین سایر ملت‌های جهانی نداره. من متاسفم که بگم زمان داره تکرار میشه، تاریخ داره تکرار میشه. تمدن‌های عظیمی مثل یونان، مثل چین، مثل مصر متلاشی شدن. در عصر جدیدم حوزه شوروی سابق متلاشی شد و بالکانیزه شدن آمریکا، قطع شدن و تجزیه شدنش به 53 کشور در دستور کار مجامع مختلف هست و متاسفانه رهبران آمریکا کمترین توجه به این قضیه دارن. استراتژیستی مثل ولفوویتس که یهودی و صهیونیست هست
در راستای مطامع رژیم صهیونیستی ملت و کشور بزرگی مثل آمریکا رو دارن به گرداب نیستی میکشن. حالا آمریکاییان برای حفظ همون تمدن است که آمدن به عراق و گفتن که منابع انرژی و نفت رو در تصرف میگیریم، با کمک این نفت خب تمدن خودمون رو بازسازی میکنیم، اقتصاد خودمون. شوروی هم فکر می‌کرد اگه از افغانستان را بیفته بیاد پاکستان هم میگیره، شد غلامی که آب جو آرد. اون داستان معروفی که شنیدید، یه وقت این آب جو غلام رو با خودش ببره. از توجه شما متشکرم. ان شاء الله باز در خدمتتون خواهیم بود فردا. خدا نگهدار. آقای دکتر خیلی متشکرم. خیلی لطف داریم. تو کلاس‌های کنکور میگفتن شد غلامی که آب جو آرد، خلاص آب جو برد. بله. متاسفانه